اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروزمون رو در خصوص تعویضات در علوم غریبه و به خصوص در علم نجوم که چه جایگاهی داره و در واقع چه چیزی هست با هم قراره که صحبت بکنیم و این خیلی مهمه که این صحبت ها رو هممون بشنویم و بیاموزیم و از خاطرمون فراموش نکنیم، چرا که گمراهی بسیار بزرگی رو در این مسیر به پیش خودش گرفته. خب ما یک موضوعی داریم در علم نجوم. ببینید همه رشته ها به خصوص رشته های علوم غریبه تأثیر پذیر شده از علم نجوم هست و در واقع اصل نوشتارها، تعویضات و هر آنچه در علوم روحانی وجود داره به این رشته مرتبط میشه. خب حالا در علم نجوم یک اصطلاحی وجود داره به اسم اوزه. خب این یعنی چی؟ یعنی در معنا به معنی پناه بردنه. یه اصطلاح عربیه، اوزه و یا اعوزه. دو اصطلاح که حالا اونی که مشهورتره اوزه هست، منجمین استفاده میکنن. این در عربی به معنی پناه بردنه و تعویض به معنی پشتیبانی گرفتن، تحت حمایه قرار گرفتن یا مثلا حفاظ شدن در مقابل یک تعداد بدیها، حتی اثرات نجوم، اثرات جبر نجوم، یا حتی بعضی موقع هست که مرتبط به تأثیرات زمینی هم میشه. مثال میگم، من تعویض می نویسم خب که در معرض موجودات نامرئی که حالا اسم نمیبرم قرار نگیرم، از اونها آسیب نبینم، از عمار مکان آسیب نبینم، یا از ملوک موکلینی که در حین چله هستم از اونها آسیب نبینم. این میشه چی؟ خودمون رو در یک محفظه خاصی قرار دادن، یعنی در خودمون رو در اون حفاظ اصلی قرار دادن تا اینکه آسیب نبینیم. خب یه اصطلاح نجومیه اوزه به این معنا که پناه میبرم از شر تأثیرات آسمانی. یونانی‌ها چرا اینقدر تو فیلم‌هاشون از قدیم الایام، از تاریخچه خودشون برگرفته تا فیلم‌هایی که الان ساخته میشه، چرا همش دارن در خصوص خدایان خودشون صحبت میکنن؟ مثلا میگم یا خدای ونوس، یا خدای عشق، خدای آسمان، خدای زمین. اینجور خدا تولید کردن در فیلم هاشون، یا مثلا حتی در عقاید خودشون برگردیم نگاه کنیم به یونان باستان، موارد به خاصی داره که با عقل امروزی جور در نمیاد. اینها رو از کجا گرفته؟ اینا خودشون از آسمان برگرفته شده. یا حتی در اشعار فارسی ما، در جای جای کتاب‌های ما یک تعداد مباحث دیگری هست که می‌بینیم که بله، خود شاعرین ما، هنرمندان ما، اهل علم‌های ما اومدن یک تعداد موارد خیالی رو درست کردند که اونها رو از آسمان برگرفتن، که همه اینها نشون دهنده تأثیرات سماویه. تأثیراتی است که من نوعی وقتی میخوام یه کاری رو انجام بدم جور در نمیاد، خب این برمیگرده به تأثیرات آسمانی. این برمیگرده به اینکه من در چه زمانی میخوام چه کاری رو انجام بدم. الان مثال میگم، رجعت عطارده. اگر من بخوام که در نوع خودم چه عرض کنم، یه قباله بنویسم، یه سند بنویسم، یا او عقد خونده بشه، یه قرارداد نوشته بشه، هر آن چیزی که مربوط به مکتوب شدنه، کتاب میخوام بنویسم، هر آن چیزی که مربوط به مکتوب شدنه در ضعفه، این عملا خیلی به دشوار میشه، مگر اینکه تحت شرایط خاصی این رجعت در واقع تأثیرات خودش رو از دست بده، و یا اینکه در طالع تولد شخص یه حالتی وجود داشته باشه که این تأثیرات بد سماوی رو در زمانهای مختلف رو شخص تأثیر نذاره.
خب حالا پس ما صحبت کردیم که اوزه چیه، تعویض چیه. خب در اصطلاح اهل فن، در اصطلاح اهل فن به قصد حفظ از آفات و بلیات و حالا بگیم که دفع چشم زخم، این خیلی مشهور شده فعلا و همه دنبال این هستن که بتونن که چشم زخم رو و در چشم مردم بودن رو از خودشون دور بکنند. خب از چه چیزهایی استفاده میشه؟ ببینید طلسمات، انواع پوست ها، عرض کنم خیلی مثل پوست آهویی که هر زمان جواد روش نوشته میشه، یا مثال میگم اشیا و جمادات که یا حتی نباتات، خب حیواناتی که واقعا عجیب و غریب هستند و تأثیرات در علم نجوم دارند. چرا؟ از کجا اومدن؟ الان خدمتتون میگم. ببینید مثل خیلی جاها میگن که شاخ افعی رو هر کسی نزد خودش بداره از چشم زخم در امان میمونه. یا میگن مرجان رو، سنگ مرجان رو هر کسی با خودش حمل بکنه از تأثیرات چشم زخم و در چشم بودن در امان میمونه. مهره های خاصی، صدف های خاصی، حتی حلزون ها رو آوردن به هم دیگه پیچیدن، کنارشون یک تعداد ادیه نویسی ها شده که چی بشه؟ اینها شخص رو از تأثیرات منفی مردمان که این خودش هم مربوط میشه به یه تأثیراتی از اجسام سماوی در امان نگه داره. خب این شد یه مطلب. یا مثلا بعضی از ریشه گیاهان رو یا خود چوب گیاهان رو عرض کنم که خیلی از سنگ ها، احجار کریمه، خیلی پوست های حیوانات مثل پوست آهو، پوست گوزن، شاخ گوزن، شاخ بز، خیلی موارد هست که توی علم طلسمات و علم نجوم از اونها استفاده میکنند. چرا استفاده میکنند و بر چه اساسی میگن که این منسوب به این کاره؟ مثال میگم چرا میگن که هر کسی شاخ افعی رو با خودش نگه داره از چشم زخم در امان میمونه؟ آیا عملا این کار شدنیه؟ آیا کسی الان در زمان امروز ما میتونه بره شاخه افعی بگیره، در واقع بکنه نگه داره؟ خیلی کار سختیه عملا. یا خیلی موارد دیگه و شبهاتی که هنوز حل نشده، شبهاتی که در این رشته وجود داره و هنوز عملا حل نشده. ببینید من میخوام مثلا میگم توی جنگی پیروز بشم. جنگ نماد کدوم کوکبه؟ نماد مریخه. مریخ رنگش چیه؟ رنگش قرمزه. من بخوام سنگی رو انتخاب بکنم از احجار کریمه که بخوام با توجه به اون در جنگ از خواص اون سنگ استفاده بکنم و در جنگ پیروز بشم، قطعاً باید سنگی رو انتخاب بکنم که رنگش قرمز باشه. چرا؟ چون منسوب به مریخه. و عملاً سختی سنگ ها رو هم میتونیم از این طریق پیگیری بکنیم. یعنی چه جوری؟ ببین مریخ اساساً یه چیز سرسختیه، پس اصولاً سنگ قرمزی میخوام که سختیش بالای 5 باشه، یعنی یا عقیق و یا بالاتر از عقیق باشه که من بتونم از اون در کارهای خودم استفاده بکنم. حتی ادیه هایی وجود داره که در نوع نوشتار اونها، در محاسبات اونها اثرات کواکب هم لحاظ میشه. مثال میگم من میخوام روی سنگ قرمزی که انتخاب کردم برای پیروزی در جنگ که منسوب به مریخه یه طلسم بنویسم. این نوع طلسمش، خط طلسمش، زمان نوشتنش، خب و حتی اینکه چه چیزی روش من بخونم مربوط میشه به تأثیرات افلاک، مربوط میشه به تأثیراتی که من میخوام از اونها به کار بگیرم. خب حالا من یه چیز دیگه بگم. من میخوام شاعر بشم، قوت اون روحانیت الهام پذیری خودم رو بالا ببرم، شوق و ذوق این رو داشته باشم که بتونم با اصول شعر سرایی شعر بگم، شعر بنویسم، در یک نظمهای خاصی برای من الهام بشه. خب
میخوام که سنگ انتخاب کنم. میام هم رنگ عطارد، میام هم خوی عطارد که مربوط به نوشتار باشه یا الهامات باشه نسبت به خلق و خوی شخص. یه سنگی رو انتخاب میکنم، ادیه‌اش رو روش مینویسم، عقودش رو انجام میدم و از اون در کنار خودم استفاده میکنم که از اون بهره‌مند بشم و الهام بگیرم. این میشه یک ایده‌ای که در احجار کریمه و معادن وجود داره. یا میگن که ببینید برای احضار مطلوب، یعنی برای بیقرار کردن معشوقه خودشون، میان چیکار میکنن؟ لوح مسی تهیه میکنن. این لوح مسی چیه؟ لوح مس خودش مربوط به زهره هست، مربوط به زیبایی هاست، مربوط به لذایذ دنیوی و مربوط به چیه؟ عشق، مربوط به معشوق و محبت و امثالهم. چرا تا حالا ما ندیدیم که بیان روی آهن بنویسن، روی فولاد بنویسند؟ چرا ما ندیدیم که بیان روی چی عرض کنم، روی کاغذ بنویسن این دعا رو؟ چرا نمی نویسن؟ علت بر این که میخوان منسوب بدن، یک چیزی رو ربط بدن، یک موضوعی رو به یک منسوبی. خب من الان میخوام چیکار بکنم؟ میخوام محبتی بنویسم، قطعا روی مس می نویسم. یا اگر من بخوام ابطال بنویسم نسبت به این که نزدیکترین سیاره به من چیه، میگم که نزدیکترین سیاره به من ماهه. ماه منسوب به چیه؟ میام میگم که ماه منسوب به قلعه، منسوب به فلزات سفید رنگ، به خصوص فلز نقره هست. اساساً اگه بخوام ابطالی انجام بدم که نحوست‌های زحل رو از بین ببره و یا من رو در مقابل اون نحوست‌ها در امان نگه داره، از نقره استفاده میکنه. این چی شد؟ استفاده من به عنوان یک شخصی که دانش منسوبات نجوم رو دارم، استفاده من از تأثیرات ماه، تأثیرات فلزات بر روی تأثیرات منفی زحل و یا دیگر سیاره‌ای که به هر جهت دیگری ممکنه که نوشته شده باشند. خب همه اینها یه پاره ای از یک داستانه که میخواد یه حرف به ما بگه. میگه ترکیب کن علوم رو، هر آنچه در آسمان هست در زمینه. پس من باید چیکار بکنم؟ من میخوام یه مثال دیگه میزنم. من میخوام محبوب بشم، من میخوام راه برم، من میخوام به مسافرت برم. از چه خواص حیوانی میتونم استفاده بکنم؟ میام هدهد، در کتف بال راست هدهد، در بعضی از هدهد هم هست که بال چپشونه. خب اینا فرق داره. یه استخونی هست که عنصر اون استخون بادیه، تبعیت از عنصر باد داره، یعنی شما بندازی روی آب تهنشین نمیشه هیچ وقت این استخون و همیشه در حال دورانه. به این علت هست که به این استخوان میگن استخون عنصر باد و همیشه در احضارات از اون استفاده میکنن، در حتی سحر از اون استفاده میکنند و همچین مواردی هم هست. من میخوام برم مسافرت، من میخوام برم سفر، میخوام برم کجا؟ پیاده روی 40. چیکار میکنم؟ این استخون رو میذارم تو جیبم. قبل اینکه تو جیبم بذارم یک دعاهایی روش خوندم که باز این هم منسوب از این کاری که میخوام انجام بدم. میذارم تو جیبم و از تأثیرات اون استفاده میکنم. اینها ببینید از معادن برای شما مثال زدم، از حیوانات مثال زدم، از تأثیرات آسمان مثال زدم که اینا رو بگم خدمتتون. همه اینها یه حرفه: ترکیب کن هر آنچه در زمینه تا اینکه از ترکیبات اینها استفاده کنی که از تأثیرات خوب یا بد کواکب استفاده بکنی. تموم شده رفت. این میشه اوزه. این میشه همون صحبتی که در اصطلاحات نجوم داریم. همه علمای نجوم ما از این کارا کردن، از این اصطلاحات استفاده کردن و از این علوم بهره‌مند بودند و استفاده کردن. نه اینکه بلد باشن و نگه دارن، نه، بلد بودن و استفاده کردن. این خیلی مهمه. خب حتی چند روز پیش هم با یکی از دوستان در مورد سنگ یده صحبت می‌کردیم. گفتیم که آقا
یده تأثیر پذیر از علم کیمیاه. یده تنها سنگیه که اصلا بحث معدنی بودنش یا اینکه به کدوم سیاره منسوبه مطرح نیست. مطرح اینه که در کیمیا بحثی وجود داره که شما یک تعداد اجسادی رو، روح‌ها رو از جسدها جدا میکنید. خب روح رو به جسد مرده میدید که یک چیزی رو، یک جمادی رو به تکاپو بندازید، به حس و حال زنده بودن بیندازید. این میشه سنگ یده. نه اینکه اصطلاح خاصی که داره، نمیخوام زیاد واردش بشم. همه اینها، همه صحبت ها یه موضوع واحدی بود، اونم ترکیب علوم بود. ترکیب علوم و ترکیب دانش، داشته ها و منسوبات نجومی که بتونیم از طریق اونها از تأثیرات خوب یا بد بودن سیارات استفاده بکنیم. حالا شاید بگین که من این تأثیرات رو از کجا بفهمم؟ ببینید، اگر شما از من سوال بپرسید که چه درختی یا چه میوه‌ای حتی منسوب به زحل هست، من میام به شما میگم که درختی که خار داشته باشه، درختی که خار داشته باشه، میوهش ترش و یا تلخ باشه. مثل چی؟ مثل نارنج، مثل پرتقال. خود پرتقال از پرتقال ترش منسوباتی از میوه های زحله. خب تیغ داشته باشه. یا شما اگه از من بپرسین که کدوم میوه‌ای و کدوم درختی منسوب به خورشید هست، میگم میوه‌ای که زرد رنگه، میوه‌ای که درختش میوه شیرین میده، یا درختی که مربوط به ماه باشه، قمر باشه، میوه هایی میده که ترشه و میشه اونها رو تلخ کرد یا شور کرد و خورد. یا اگه شما از من بپرسین که من از کدوم درخت میتونم در عمل روحانیم از اونها سپای روحانی استفاده بکنم، چرا درخت انار رو به عنوان درخت سپای روحانی استفاده میکنند؟ این علتش اینه که از 3 نوع چوب استفاده میکنن: چوب انار ترش، انار ملس و شیرین. چرا از این 3 طعم استفاده میکنن؟ چون این 3 طعم طعم‌هایی که زبان میتونه اونها رو متوجه بشه و لسانن عقد هر چیزی روی سپایه تأثیرات عمیقی داره. حالا چرا انار؟ علت بر این که انار با این که منسوبات از زحل داره بعضن، ولی تبعیت از همه کواکب داره. تنها میوه‌ایه که، تنها درختیه که تبعیت از همه کواکب رو داره. علت بر این که سرخه، علت بر این که طعم داره، علت بر این که شکل کروی داره خود میوه، و علت بر این که باد تأثیر میذاره روی این درخت. باد تأثیر میذاره روی این درخت. چوبش هم از نوع چوبهای خاصیه که در مواقع خاصی از پودر اون هم استفاده میشه در علم بخورات. خیلی خیلی عجیبه این درخت، خیلی عجیبه. خیلی از سندها و مکتوبهای علما رو دارم نگاه میکنم، میبینم که خیلی نفرات اومدن فقط تنها چیزی که تایید کردن چوب اناره برای سپای روحانی درست کردن. خب همه این صحبت ها تا اینجا بر اساس منسوبات نجوم بود. این صحبت ها رو خدمتتون ارائه دادم که با مثال متوجه بشین که هر آنچه در زمین هست استفاده بکنید. از سنگ، انگشتر عرض کنم خدمتتون که چوب ها، پوست ها، خواص حیوانی، خواص معدنی، فلزات، هر آنچه که هست، به خصوص رنگ ها، بوها، بخورات، هر آنچه که هست استفاده بکنید تا از تأثیرات کواکب بهره مند بشید. یا علی مدد.